چون به محتوای آن آشنا میشوید، موی در بدنتان سینان میشود. دل ریش ریش، جگر لخته لخته خون میشود. اگر دل و وجدان و انصاف والای انسانی داشته باشید. این کتاب تنها یک کار علمی نیست، بلکه داستان است پر از اشک و خون، پر از آه و فریاد، نوشته با زبان اسناد، بلکه فاجعه نامه است از خودی خود را کشتنمان، گاه به دست خود، گاه به دست دشمنان. این کتاب با خون دل انشا شده و بایستی هر تاجیک پرجگر آن را با خون دل بخواند و بداند که کی بودیم و کی هستیم، از کجا بودیم، به کجا رسیدیم و کی و کیها ما را به این پرتگاه هلاکت کشاندند. سلام مخاطبان عزیز. این نوشته شاعر زنده یاد تاجیک لایق شیرالی بر کتاب اکادمیک رحیم ماسوف که نام دارد تاریخ تاجیکان با مهر کاملا سری. واقعا وقتی که این کتاب با سرسخن شاعر زنده نام تاجیک استاد لایق شیرالی شروع می شود، بسیار دردآور است، بسیار غم انگیز است. این کتاب با زبان اسناد، با زبان فکت، با زبان دلیل از آن همون مرزبندی های سیاسی، از کجا آمدن تاجیکان و با چی سرنوشت دچار شدن آنها قصه میکند. البته این کتاب سال 1996 نشر شده است اولین بار و دیگر بار روی چاپ را ندیده است و همان دورم این کتاب با تعداد 3000 نسخه نشر شده تا به امروز همون گونه که گفتم دیگر بار نشر نشده است. نسخه الکترونی این کتاب دسترس است و ما آن را در صحیفه های اجتماعی که به کتابخوان تعلق دارد میگذاریم. شما این کتاب را میخوانید، موی در بدنتان سینان میشود، افسوس میخورید و جای هم غمگین میشوید و به حیرت میافتید که تقدیر یک ملت، تقدیر یک ملتی که صاحبان این زمین، صاحبان این فرهنگ و صاحبان این تمدن بوده است، در یک مقطع زمانی، در یک وقت تاریخی از ناآگاهی، از ترسو بودن، گاه از جسارت نداشتن، گاه با دلیل‌های زیاد چگونه تیکه تیکه و پاره پاره شده است و از حق واقعی و از حق حلال خود محروم شده است. من توصیه میکنم این کتاب را از برنامه کتابخوان به آنهایی که میخواهند بدانند که 100 سال پیش بر سر این ملت چی آمد و ما چی فاجعه های را از سر گذراندیم و عامل این مرزبندی های سیاسی، این تقسیمات ها چی بوده است. از این کتاب که با اسناد و مدارک و فکت و دلیل های تاریخی انشا شده است میتوانید آگاهی پیدا کنید. وقتی ما این گونه کتاب ها را که در برنامه کتابخوان معرفی میکنیم، هدف همون این نیست که ما یک برتری جویی یا یک ملتی برتر یا یک ملتی والاتر از دیگر ملت ها خود را وانمود کنیم. نه، اصلا این خیلی نیست. توصیه ما و آموزش این گونه کتاب ها و برنامه ها به این خاطر است که ما آگاه باشیم، بیدار باشیم و از تاریخ درسی درست گرفته باشیم. یک چیز را باید بگویم که واقعا دو سرسخنه که استاد و شاعر زنده نام ما لایق شیرالی بر دو کتابی، دو اکادمیک، یکی خراسان است اینجای محمد جان شکوری بخارایی و یکی دیگر کتاب تاریخ تاجیکان با مهر کاملا سری رحیم ماسوف نوشتند. واقعا این دو سرسخن خیلی وزن دارند، خیلی خیلی اهمیت دارن و من بسیار میخواستم هنگام مطالعه این دو کتاب و مخصوصا کتاب تاریخ تاجیکان با مهر کاملا سری با نوشته یا سرسخن استاد لایق جدی اهمیت بدهیم و جدی آن را مطالعه کنیم. وقتی که این گونه موضوع ها مطرح می شود و ما در برابر کتاب های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژی این گونه کتاب ها رو وقتی که معرفی میکنیم، بعضی افرادی هم پیدا میشن که میگن که در این عصری که عصر تکنولوژی است، عصر پیشرفت است، عصر آیفون و بمب و راکت و ذهن صنعی است، شما هنوز هم دارید از تاریخ میگوید، هنوز هم دارید از افتخارات میگوید، هنوز هم دارید از گذشته میگوید. این گونه موضوع ها مال گذشته نیست. این گونه موضوع وقتی که مطرح میشوند از گذشته نیست بلکه از امروز است. یعنی چگونه؟ یعنی این است که وقتی ما تاریخ رو میآموزیم، این به خاطر افتخار، به خاطر منمنی نیست، این به خاطر سبق گرفتن است، به خاطر درس گرفتن است، به خاطر این است که ما دوباره تکرار نکنیم. و هر کسی که، هر جوانی که، هر نورسی که این گونه کتاب ها را میخواند او آگاه است، بیدار است، در حرکت است و اختراعات و پیشرفت و تغییرات در جامعه هم از آگاه بودن، از
اطلاع یافتن شروع می شود، یعنی از اندیشه شروع می شود و اندیشه ما رو، فکر ما رو، خشتن شناسی ما رو چی به وجود می آورد؟ خواندن ان همین گونه کتاب ها، مطالعه ان همین گونه کتاب ها. اگر ما این گونه کتاب ها رو مطالعه نکنیم و از تاریخ خود با خبر نباشیم، از دیروز خود با خبر نباشیم، نمی توانیم یک آینده خوب یا امروز خود رو درست بسازیم. و البته افرادی هم که در فکر شکم هستند، یعنی اندیشهشون در سطح شکم است، در سطح مادیات است، در سطح همون منصبشان است، نمیتوانند آید این گونه موضوع درستتر بیاندیشند و درستتر فکر کنند. ولی اگر ما در خواب غفلت باشیم، آگاه نباشیم، بیدار نباشیم، این به آن معنا نیست که دولت‌های دیگر، کشورهای دیگر، ملت‌های دیگر هم خواب باشند، یعنی اونها هم مثل ما فکر کنند. البته اونها مثل ما فکر نمیکنند، اونها آگاه‌ترند، بیدارترند، هوشیارترند و تلاش میکنند که تاریخ را با نام خود بنویسند و این حرکت‌ها رو علیه شروع کردن و ما می‌بینیم که هر روز یک قانون، یک قرار، یک فرمان، یک برنامه، یک طرح‌های رو آماده میکنند که البته به نفع ما و نفع کشور ما نیست. آنها هم که میگویند از ابرقدرت‌ها وابسته است و از این وابسته است و از اون وابسته است، پیش از آن ما باید بدانیم که همه این از خود ما وابسته است، از ما وابسته است. پیشرفت ما، تغییرات ما، دیگرگونی ما و رسیدن به یک زندگی شایسته از ما و مردم خود ما وابسته است. زیرا ما در دو حالت، در دو راه قرار داریم. یعنی یکی این که حاکمان، آنهایی که تصمیم میگیرند و امور کشور در اختیارشون است، آنها بیشتر میخوانند، میدانند، میفهمند و قرارهای قبول میکنند، قانونهای قبول میکنند و تصمیمهای میگیرند که به نفع ملت و کشور انجام میشود. اگر اینطور نیست، ملت میخواند، آگاه میشود، بیدار میشود گروه از مردم و حاکمان خود، آنهایی که کشور را اداره میکنند، آنهایی که اموری دولت داری در اختیارشون است، آنها را وادار میکنند که تصمیمهای درست بگیرند، قرارهای درست قبول کنند و برنامه‌های درست را عملی کنند تا یک ملت، یک کشور برای نسل‌های امروز و آیندهش حفظ شود. استاد لایق شیرعلی سرسخن خود را با 4 مصرع شعر مولانای بزرگ، مولانا جلال الدین بلخی به انجام میرسانند که واقعا عبرت آموز است و خیلی جالب است. میگوید: من بنده آن قوم که خود را دانند، من بنده آن قوم که خود را دانند، هر دم دل خود را ز غلط برهانند، از ذات و صفات خویش سازند کتاب، فهرست کتاب را اناالحق خوانند. واقعا با مطالعه، با آگاهی، با دانش و خواندن این گونه اثرها، خواندن کتابها در جامعه، ما می توانیم به یک نظام پیشرفته، به یک کشوری پیشرفته و به یک جمعیت یا جامعه پر اقتدار نائل بشویم. و راه این تنها و تنها علم است، دانش است، آگاهی است و بیداری است. بدون این ما نمی توانیم یک آینده امروز و آینده خوبی را برای خود تامین کرده باشیم. از این خاطر بار دیگر من توصیه میدم از برنامه کتابخوان که تاریخ تاجیکان با مهر کاملا سری رو از صفحه‌های کتابخوان که اونجا ما نسخه الکترونیکش رو میگذاریم، شما بارگیری کنید و بخونید و اندیشه هایتان رو به ما بنویسید. باقی سلامت و پیروز و کامگار و خانه آباد باشید.